اینجا کاناپ است. لطفاً کانال های گروه کاناپ رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیک زنگوله کنار اون رو هم بزنید. سلام، من فاطمه و اینجا کاناپ است. اگه میخواید بدونید در قسمت بعدی سریال فرید چه اتفاقاتی میفته، این ویدیو برای شماست. در قسمت 54 خواهید دید فرید نیمه شب به خونه میاد و پلین جلوی در منتظرشه. پلین میگه من همیشه باور داشتم بابای خیلی خوبی میشی. فرید میگه من بابای خیلی بدی میشم، بهتره به این عادت کنی. برهان به فرید میگه تاوان این اسم و این قدرت اینه. فرید به خالصخان میگه دنبال مغازه هاشونم. خالصخان میگه اون مغازه رو بگیر، هرچی دلت میخواد ازم بخوا. فرید میگه پس من دیگه کم کم. فرید به کایا میگه بیب بیب. کایا میگه اسبی که سری میدوه. نورا به فرید میگه بریم مرکز خرید ما، یه رستوران خیلی خوب هست اونجا. پلین به کسی که پشت خطه میگه کجا، کدوم مرکز خرید؟ دوست سیران بهش میگه برای یه مرکز خرید دنبال یکی میگردن صورتش رو رنگ کنه و بچه ها رو سرگرم کنه. زیران با لباس دلغک با بچه ها مشغوله که چشمش به فرید و نورا میفته. پلین به مرکز خرید میاد. فرید به زیران سلام میده و میگه یه دونه از این بادکنک قلبی ها میتونم بگیرم. فرید بادکنک رو به نورا میده. پلین از راه میرسه و داد میزنه فرید این دختر کیه؟ عابدین میگه مثل اینکه آقا اورهان بهشون کار سفارش داده، در ازای پول آدم میکشن. کاظمو تو جنگل به درخت بستن و براش یه قبر کندن. فرید و عابدین شب تو جنگل دنبال کاظم میگردن. کاظمو به یه درخت بستن. چند نفر به سمت فرید و عابدین میان. عابدین تیر هوایی شلیک میکنه. فرید داد میزنه بابا. آدمای اورهان به فرید میگن دستاتو ببر بالا. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار. لایک کردن این ویدیو به معنی تعریف از ما نیست. به یوتیوب کمک میکنه تا این ویدیو رو به کسانی که دنبالشن پیشنهاد کنه. کانال های گروه کاناپ رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیک زنگوله کنار اون رو هم بزنید.